برآمده و لب‌های جلو اومده و کمر ساعت شنی هیچ وقت جز ملاکای زیبایی برای ما آقایون نبوده. شما هیچ وقت مردی رو پیدا نمی‌کنید که بگه چون خانمم باسنش پرتز کرده بود یا لب‌های ژل زده‌ای داشت من باش ازدواج کردم. و هیچ وقت هم این چیزا دلیلی برای رابطه گرم و پایدار نبوده. اصلا کی گفته لب‌های جلو اومده قشنگ‌تره؟ کی تعیین کرده که اندام‌های تزریقی و بادکنکی قشنگ‌ترن؟ اصلا چی باعث میشه خانم‌ها به این درجه برسن؟ خانم برنه براون از پژوهشی حرف میزنه که در جامعه آمریکا، در جامعه خودش انجام شده، ولی تو جامعه ما هم اوضاع خیلی خراب از این نظر که از زنان پرسیدن که چقدر از بدن خودشون راضی‌ان. خب و 90% معتقد بودن چاق و زشتن. ببین چرا آقای صحت؟ چون در جامعه مدرن یه عده از این پول در میارن. مثلا 38 میلیارد دلار خرج مو میشه در جامعه آمریکا، 18 میلیارد دلار حجم بازار لوازم آرایشی در اون جامعه است و 13 میلیارد دلار جراحی زیبایی. باید بدونیم این که ما هرگز از خودمون راضی نیستیم باعث میشه که حساب کی پرشه. انقدر تصویر کمالگرایانه از زیبایی نرسیدنیه، چون باید نرسیدنی باشه تا چرخ اقتصادش به چرخه، که هیچ انسانی به تنهایی نمیتونه همه اون فاکتورها رو در خودش داشته باشه. میخوام بگم این اتفاق جدیده، اینکه ما هرگز نمیتونیم احساس زیبایی کنیم اتفاق مدرنیه و یه پشتوانه اقتصادی بسیار عظیم داره.